گفتم پیسه را میزنم این بی آبروی به عزت ما که دلای فلان بگی پورا کردی من چی کنم رقم زندگی را لذیذ ما کردی. حال پیسی چه خوب برش بزن. پیسه جا میزنم فردا برش میزنم فردا شنبه است فردا برش ای مستر منیم یا ایریا برش میزنم بره. حال تو از او دختر 500 روپه چرا خواستی؟ یک سوال تو خود گفتی 500 دیرو گرفتم فهمید 500 دیرو گرفتم از ما امی گپ د مغز دامد بازی گپ سر من میگه الا بلا د گردن ملا امی گپ د یاد دامد بازی رو سر من انداختی گفتی باش در تیک تاک آنیه را یک دفعه. نه خدا نکنه فهمید آنیا جان ما فهمید اینجا صراف ما بر زنگ میزنم بگم ما تو بگم در نماز رفته بود فهمیدی آمدیم گفتم که من روی میکنم برش نوخ شده بود فهمیدی خب خیر گپ نیست. فهمیدی این صراف ما زنگ میزنم فهمیدی در نماز رفته بود فهمیدی 20 پیر بر زنگ دادم که من میایم فهمیدی امیر حل میکنم. گپ نیست مشکل نیست. نه که خدا نکرده من چی کردم یک مشکل. حالا گالی شده پشت سر چیر میکنی یا نه؟ امر مسلمه پر چیر گوره اوسه نپرتو درش میتم رو آتش میگیرم آتش میزنم درش نه میتم نکو کار خانه در میگیرم درش میتم آتش میزنم ولی بک ویدیوشم برطرفی میکنم. من دارم لایف میبینم ویدیوی تا چی کنم فهمیدی دم روی ام جی ما برو سیگلیتر گرفته بیار درش شد. نه اوسو کو خیلی چی میکنی تو رو والا تیر شد زمین ما درش میتم رو خیلی نمیکنم ام کلش در میتم چیزی که عادی هر چیزی که گرفتم گلاسارم حالا به خاطر که من برات گفتم میخوای در بتی یا به خاطر عصبانیتی که سر از او دختر است که قرضدار از او سی به کدام خاطر به خاطر تو درش میتم. خود تو با ما مهم هستی دیگه خب خیره دیگه خیره ما هم یک دل دارم یک خدای داشتیم دیگه یک امید داشتیم خب زن چی کنیم دیگه شد دیگه دارم دیگه یک روز ما البته به روزای خود میرسیم دیگه شیطان نامید دوستو نمانه دیگه دوستو بزنید دوستو در جگرتان جانم و بمرم والا چی بگویم نجاتی دیگه صدقه خدا جان شمون فهمیدیم ما که هستیم بسیار دل پاک داریم در هیچ میدان خداوند نشرماندیم ما از این بابادم نمیشرمانم خودتون دلت اگر پاک باشه در هیچ میدان نمیشرمانید خدا ما خود تنم ساده هستیم ما اگر چیزی صاف باشی هیچ آنیا وقت جان در هیچ میدان خداوند نمیشرمانید آنیا جان آن یک خدا را رقم یک قسم رقم یک کار میشه من مقصد چی میگم تا آن خدا وری شاهد است که من دیدم در ملایفم پیش سر ما چه رقم انسان هستم دیده که ما کدام دوریه مرا دیده کدام آرامزدگی مرا دیده ما چقدر احترام به شما قائل هستم. حقیقت بگو هم گردنت بستم من احترام برتون قائل هستم یعنی حقیقت بگو آنیا جان 100% احترام قائل هستی در این وقتا بسیار اگام گپای کارای ما بعد معذرت خواستم مامای بعد زدی اما خیر از گپ نیست مشکل نیست همی که خودت بازم گفتم که فهمیدی که همی کار درست نیست و چیز کردی میگه لذتی که در عفو است در چیز در انتقام نیست فهمیدی همی که آدم ببخشه بسیار خوب است که گذشت کنه فهمیدی حالا اگر من یک گپ تو را زدم یک گپ تو مرا زدی خوب است که گذشت کنیم از همی گپا تیر شویم دیگه خودتون برو پشت کارت دم کار بارت موفق باشی فامیلم از پیشت خوش است فهمیدی دیگه اونم آنیا جان خدام راز نیست بنده جان راز تمام دیگه اونم بس خلاص آنیا جان من چی میگم تا یک دقیقه صبر کو ما یک چیز مهم میخوایم بر شریک بسازم فهمیدی یک چیز مهمه یک چیز مهم میخوایم شریک بسازم ما تلفن ما همین گیم خلاص کشد تلفن ما دایو لایف میرم دای لایف می باز خدافظی میکنم ما دیگه نمیبینیم دیگه تلفن دای چالان میکنم ما چیز اینترنت چرا دایی چرا چالان نمی یک چیز است براتشان میدم یک چیز است که برات بگم یک حقیقت است براتشان بدم فهمیدی که ما
خدمتگار افغان هستم. ما چقدر کار خیر کردیم من میکنم ما برتشان بدم فهمیدی آنیا جان. خیلی دمی چی که دی تلفنم لایف میرم من لایف دستی که ختم میکنم دی میرم دی درخواست نه میدم. دمی خیر است دمی لایف باش ما حالا خداحافظی میکنم خیر برو خیر یک دقیقه